تقریبا 16 سال میشه از وظیفه ما که از وظیفه مقدس نرسنگ به خود انتخاب کردیم. چون علاقی که داشتم به او خاطر خواستم که نرس شوم. آفرین قدول گریان نکن، ما چیزی نمیگم تا اینه پس یاد خانی میرون خانی خالیت میبریم خود دختر قندن به خونه که خلاص. نرس نزدیکترین شخص است که به مریض مثل یک مادر نزدیک می باشه، مثل یک فرشته در شب و روز بر مردم خدمت میکنه. وقتی که نرس ها می پاسمان میکنه، فشار خون ما میبره، گراف قلب ما را میگیره، همراه ما بسیار کمک میکنه، پیچکاری میکنه، دوا میده. برای ما میخوایم که پایواز مردانه نباشه، یک زنانه باشه، همراه ما کمک کنه. بعد از توافقات بن و تحولات در عرصه سیاسی افغانستان، فعالیت‌های به خاطر بازسازی کشور از جمله بازسازی عرصه صحی آغاز شد. اما قسمی که حقایق نشان میده متاسفانه هنوز هم افغانستان در جمله فقیرترین کشورهای جهان از نظر حالت صحی هم قرار دارد. همچنان سالهای طولانی جنگ سبب شده که تمام زیربناها صدمه ببینه، اقتصاد ما صدمه بسیار جدی ببینه که خود فقر یکی از عوامل مساعد کننده به امراض و مرگ و میر است. ما از نظر توقع حیاتی، یعنی ای که ما حد اوسط بسنجیم وقتی یک افغان به دنیا میآید حد اوسط چند سال عمر میکنه، بسیار باز هم در جمله کشورهایی باشه که تکان دهنده است و متاسفانه مرگ و میر مادرها و کودکا هر دو در جمله بلندترین هاست. در 100,000 ولادت زنده تقریبا 1600 مادر فوت میکنه، یعنی از جمله 9 مادر که ولادت میکنه، یک مادر حتما از اثر مشکلات ولادی از بین میره. و همچنان مرگ اطفال نیز یک مشکل عمده دیگه است که ما در بخش صحت به روبرو هستیم. یعنی از جمله 1000 طفل که زنده تولد میشه، 165 طفل از بین میره. همچنان با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته هنوز هم ما تعداد کافی مراکز صحی نداریم. این کلینیک برای 10 تا 12 تا 15 قریه است. قریه کوچکین است، قلای دشت است، الفت است، چارخیلا است، بالاکاریز است، غازه است. هر قریه از این نفوس از این 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر، این 1000 نفر میرسه تعدادش. مونږ صاحب شبخانه دغه نه ډیر په مشکل سره مواجه یاستو. مونږ یو کلینیک لرو، هغه هم د دیا په کلی کې. دا قریه 20 قریه، همین قریه ها نرس هم به می شفاخانه ما وجود نداره. سیاسر خو مونږ تلای نشي، نارینه که مریض خو ورزه شبخانه ته تلای شي، پیاده هم تلای شي، موټر کې تلای شي. اما سیاسر ول تاریخ نه دغه نه مونږ ډیر مشکل سره مواجه یاستو. اته بعض سیاسر دې مونږ تر خاره پورې شبخانه ته رسو طرف کی. امروز روز برف است، روزای بارانی است که تعداد مریضای ما بسیار کم است، اما روز میشه که به 300 نفر 400 نفر میرسه. 90% زناست. ما تا فعلا هیچ نرس قابلانی نداشتیم و اینمی شعبه واکسین بود که تمام وظیفه رو پیش می برد. وظیفه نرس قابلانی این خوار بیخی هم تاوش میگیره، 4 روز میشه که تاوش هم گرفته، دانشم کامشم شده زبانشم. خلاص دان تشابه تمامی علم داره. چیزی دوا اول برشان ندادین؟ پرستامول دادیمش. بس نرسایی که بسیار زیاد فعال بودن و با تجربه بودن در اثر جنگ‌ها یا شهید شدن یا مملکت رها کردن به شکل مهاجر در مملکت‌های دیگر زندگی میکنن. نفوس افغانستان 32 میلیون است، اما ما در سراسر کشور خود 3329 نرس داریم.
اگر ما این فیصدی زیر بگیریم ما به 10,000 یک نرس داریم، به حد 10,000 نفر. پالیسی هایی که طرح شده همش به خاطر آوردن یک توازن در بخش قوای بشری، خصوصا در بخش کارمندهای متوسط و نرس است. چرا در اکثر مناطق دکترانی که به سطح فاکولته و دانشگاه درس خواندن اونا حاضر به کار نیستن و مشکل بزرگی را که میتونه حل بکنه کارمندای متوسط و خصوصا نرس ها هستند. وقودی سیاسرم نسته چه دکترانی چه منگا سیاسر ورولیگو او مردانه ده منگا التا سیاسر نولیگو. نرس زن تا اینجا حاضر نشده که بعد چون منطقه دور است که رای موتر چیزاش کفایت نمیکنه، هیچ حاضر نمیشه. اگر ریاست هم میترشه پس وظیفه اعلام میکنه. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام خوب، خیر تشکر زنده باشین. ببخشید کمک نوخ شد که را بسیار جنجالی یک خط پرفکت رو بیازم من روزه که تیرا در جنجال هستیم بی موتری ویش موتر نیستک. امروز که یک خط بود بسیار زیاد دیگه به جنجال آمدیم. در 2 موتر میم از خیرخانه تا سروی شمولی تا کجا پیاده آمدیم تا بالاخره یک موتر یافتیم. آلو سیاسر بالا نمیکرد که یک نفر هستیم کرای 2 نفره بتین تا که یک سیاسر پیدا شده امروز از او آمدیم و هم در سراچه در پشت چی آیسته آیسته موتر آمد تا که رساندمون راه بسیار خراب بود. به خاطر که ملک ما، جامعه ما، وطن ما ضرورت داشت ما این مسلک انتخاب کردیم. مریضی که باردار باشه و برای ما فشارش میبینیم، مریض از حساب معاینه میکنیم و اگر مریض اولادی باشه که ولادت میکنه او را ما ریفر میکنیم به شفاخانه. مدت 20 سال میشه که من حفاظی وظیفه میکنم و از وظیفه خود راضی هستم. بسیار خوش میازم، طفولیت خوش داشتم. بچه شب خوب بودی؟ تو داشتی؟ خب میخوایم که دفعه بازم درجه برات بانم تبت معلوم شده؟ از مسلک خود من بسیار راضی هستم. این رشته را بسیار زیاد خوش دارم. اول زکام چیز خونه بوده؟ زکام تخم کتا ریزش داشتن. باز ابتدایی که ما در این مسلک انتخاب شدیم از طرف فامیل، یعنی علاقه ما کمتر بود. منتها ما خدمت به مردم میکنم و از فعلا از وظیفه خود ما فوق العاده راضی هستم. حال بسیار خوش هستم. ما مدت 31 سال میشه که از مکتب نرس قابلگی دانشگاه کابل فارغ شدیم. نظر به شوق علاقه که البته به این مسلک ما خودم داشتیم و اشد ضرورت در قدم اول فامیل ما داشت که ما این مسلک انتخاب کردیم و دیگه ضرورت مملکتم بوده که ما به این مسلک علاقه‌مندی نشان دادیم. و چون تعداد مریضان اونا در شفاخانه ها زیاد می باشند و پرسنل نرسینگ یا قابله ها بسیار محدود می باشه، کم می باشه. در مقایسه با کشورها که در مقابل هر دکتر تا 4 نرس یا 6 نرس وجود داره، در کشور ما متاسفانه تعداد دکتر و نرس تقریبا با هم مساوی هست. کارتون خلاص شد؟ بله خلاص شد. پیش دکتر آمده بودیم. میفهمید این کلینیک چند نفر کار میکنه؟ 2 نفر هستن. از طبقه اوناس هم کسی کار میکنه؟ نه. پس نرس زن نیست؟ نه با نرس زن بسیار مجبوریت هم داریم. یو کلینیک په سطح د ولسوالۍ څخه هم دیایا کړه او طبقه د وناس پکې هیڅ نشته ده او غټ مشکل د منګه ولادي ونیسایي ده چې هغه حتی په دغه ولسوالۍ کې نشته. قابله نداره، نرس نداره. یکی از علل بلند بردن مرگ مادران کمبود و نداشتن پرسونل صحی طبقه اوناس می باشه. نرس زن باشه یا مرد باشه، من تا یک چیزی شو که آدم خوب باشه، خوبترش زن باشه. اگر یک مادر ما و یا خواهر ما مریض میشه باید در پیش نرس زن که از برای تداوی شود. جامعه قبول نمیکنه دیگه، خود ما قبول نمیکنه، وجدان ما قبول نمیکنه که مرد بر ما دزدیه یا معاینه کنه. باید که در جامعه ما زن باشه، به خاطری که محرمش است. زن با زن محروم هستن. نرس زن باشه خوب است. مرده معاینه میکنه، مثال درجه دست میخوره، گناهگار میشیم. مسلمه که توسط نرس زن باید معاینه شود. ما مردای ما نمیمونه که بیاییم پیش مرد. ما شکر مسلمان هستیم، دوست زن که برسه در ما محرم است.
مسلمانی شکر دلارو نسی خزم مرگری خلا که خور دقیق میده مور میده نارینه نوزه چه کنم نارینه دی باید ورسی. وقتی که خانم یک کس یا خواهر کسی مریض میشه اونا نزد دکتر مرد مراجعه نمیکنه. بنان ضرورت خانم ها در تمام عرصه های صحت خصوصا در قسمت نرسینگ شد ضرورت می باشد و این ما احساس میکنیم. اگر ما فیصدی نرسای زنانه رو ببینیم ما به 15,000 زن یک نرس زنانه رو میتونیم که بگماریم تا برای اونا خدمت کنن. مملکت ما افغانستان در طی چندین دهه جنگ خانمانسوزی که متحمل شده بسیار خسارات جبران ناپذیر در ساحات فرهنگی اجتماعی و مسلکی متحمل شده که از این نگاه نرسینگ نیز خسارات را متحمل شده. یک مدتی ما خدمات نرسینگ یک ساله ساختیم چرا که ما به صورت عاجل به مردم کمک کرده بتانیم. مگرم فعلا ما فارغ التحصیل های صنف 12 را میگیریم. بعد از 30 سال تحصیل اینا میتونن که به شفاخانه تقسیمات شوند. پانزه نرسینگ در چوکات پانتون طبی کابل به سطح لیسانس افتتاح شده با سیستم کردیت که تمام معیارات جانی به شمول موضوعات ملی، علمی و مسلکی در این گنجانیده شده و مد نظر گرفته شده. محترم مدیر صاحب اگه اینطور بگین که چی تعداد محصل داریم در رشته نرسینگ؟ طوری که شما در جلان هستین ما 3 صنف نرسینگ داریم. صنف اول 2 سوم 142 نفرش محصل موجود است که از جمله 40 نفرش طبقه اوناس هست که 35% تشکیل میده و از این جمله 64 نفرش امسال فارغ التحصیل میشه. قراره که شما گفتین که 35% طبقه اوناس است. ما فکر کنم که به اصطلاح ضرورت جامعه ما را از لحاظ طبقه اوناس مرفوع نخواهد کرد. چی پلان در دست است؟ وزارت صحت عامه پلان گرفتن با همکاری آیچ است که در سال 1387 پلان جذب در بخش نرسینگ و 80% ببره. این 80% طبقه اوناس جذب باید بکنه. منصب علمی اگر معلومات بتین که به خاطر ارتقای ظرفیت ها چی در دست دارید این براینده؟ به خاطر بلند بردن ظرفیت استادا ما در سال قبلی هم یک پروگرام روی دست گرفته بودیم که 2 دوره از استادا را به کشور دوست پاکستان و 1 دوره استادا را به کشور دوست ایران بفرستیم. و دیگه وزارت محترم صحت عامه زیاد کوشش داره که برای بلند بردن سطح دانش نرس‌ها همه وقت بعد از 2 ماه بعد 3 ماه بعد ورکشاپ ها سیمینارها دایر میکنه. این سرویس ترینینگ ها داریم که به خاطر اینکه سطح دانش نرسای ما بلند بوده. همین قسم در قسمت کوریکولوم درسی از اینا زیاد توجه کردیم که یونیورسیتی آقا خان که در کراچی است ما پروگرام‌های از اونا را مطلق در پروگرام‌های نرسینگ خود شامل ساختیم که کوریکولوم درسی انستیتوت علوم سی در مرکز و ولایت ما عین کوریکولوم درسی یونیورسیتی آقا خان که در کراچی است ما تطبیق میکنیم. That is being developed internationally.